لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذکر واضح است که یادآوری الله است و معنای از اینکه ما ذکر میکنیم یعنی الله را یاد میکنیم. ذکر با اقسام مختلف صورت گرفته بود. بار الله را ما به نمازش یاد میکنیم. نمازی که بالای ما فرض است، نفلی که میخونیم، فرضی که میخونیم، عباداتی که میکنیم ذکر است. ذکر الله به زبان، ذکر الله در قلب، ذکر الله در جوارح، در اعضای انسان. وقتی که اعضای خود ما تسلیم رضای الله میکنیم این هم ذکر است. 5 دقیقه که شما در مجلس شیشتید همتان به مفکوره از که لا اله الا الله معنای از این را داد که شما مفکوره تانه، عقیده تانه قربان نام الله کردیم، تسلیم به نام الله کردیم. اعضایی که از پا گرفته تا سر همش، از سر تا پا شما ایره در وقفی از این مجلس کلمه لا اله الا الله کردیم. کلمه آیات قرآن عظیم شان که از کلمات و از حروف و از جملات جور شده کلام الله است، فدای ازی کردیم. بناء الله متعال در اکثر موارد قرآن عظیم شان امر کرده ما شما را که شما یاد مرا بکنین فراموش من نمیشه. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی بالصلاة اذکرکم بالدعاء، فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاجابه. شما مرا به دعا ذکر بکنین، نام مرا یاد بکنین، من در یادتان باشم. من در همه حالات حاضر و ناظر هستم. از زبانتان که کلمه لا اله الا الله مبرایم هم میشنوم. الله شنوای الله مثل شنوای انسان نیست، بلا کیف است. از کیفیتی که انسان فکر میکنه از او بالا است. طوری که بشان الله مناسب است اونمو قسم الله میشنوه. در 7م طبقه زمین اگر مورچه روان باشه الله صدای پایش، شرفی پایش میشنوه. همین قسم بصارت الله و بصیرت الله در همه لحظه الله هم یاد اینجا حاضر است. علما الله حاضر است. الله متعال می فرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از شارق گردن انسان که به انسان نزدیک هستیم دوست. الله می فرماید بناء اگر ما خود را تسلیم الله بکنیم الله هر لحظه رقیب ماست، ناظر ماست، حافظ ماست و دائم ما شما دعا میکنیم که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اللهم احفظنا، یا الله تو ما را حفظ بکن. الله حافظ است. بناء الله می فرماید که شما ذکر مرا بکنین، مرا یاد بکنین در جوارح و در اعضایتان، در زبانتان، در قلبتان، در عقیدتان. ما شما را یاد میکنم، ما شما را فراموش نمیکنم. در جای دیگه الله می فرماید الا بذکر الله. ببینین الا حرف تنبیه است. از لحاظ عربیه الا حرف تنبیه است. با خبر میگه آگاه باشین، متوجه باشین، فراموش نکنین. بذکر الله تطمئن القلوب. با ذکر الله اطمینان قلبی حاصل میشه، سکون دل، سکون قلب حاصل میشه. پس قلب یک بنده الله که سکون شود در امطر مجالس، در تنها گذاری و انفرادی، خصوصا در اتر مجالس تاثیر خود داره. باز از کسا ممکن بگوید که والا مجلس چطور فلان. نه، این هر کدام از از خود اساس داره. نمیشه اگر بر سر اساس از صحبت بکن. شما ببینین در دار الندوه، در مدینه منوره، در مکه معظمه، در دار ارقم ببینین نبی گرامی صلی الله علیه و سلم ذکر نمیکرد؟ آیا با اصحاب کرام قرآن تلاوت نمیشد در اونجا؟
نام الله هر صحابی را وظیفه نمیداد. صحابی میگفت من چی را بخوانم که بسیار خوب الله از پیش من راضی شود؟ میگفت یکیش وظیفه میداد سبحان الله بگو، دیگهش وظیفه میداد که لا اله الا الله، بسیار ثواب داره. دیگه صحابی را طبق مشان حالش، او معلم امت بود، طبیب امت بود، میفهمید. دیگه میگفت دیگه صحابی کرام که همش برای ما شما درس میگفت سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. بنابراین یک درس است از ابتدای اسلام ذکر. پس در این اطمینان قلب هر انسان، هر مسلمان حاصل میشه. چرا؟ قلب ما را کی پیدا کرده؟ الله. زبان و فکر و مفکوره و عقل ما را کی پیدا کرده؟ الله. رشد و نموی به در چی میکنه؟ وقتی که ما شما دوستای عزیز قلب یاد میکنیم، باز برادرها ممکن فکر بکنن که قلب در عربی یک تعریفی ازی میکنن، میگه لحم صنوبری مرکوز فی جانب الایسر من البدن. میگه یک گوشت بیضاوی شکل است که در جانب چپ بدن قرار داره. قلب را تعریف میکنن. درست است و اتباع ما شما دکتر صاحب هم همچنین میگن که در چپ بدن قرار داره. خب اما قلب که در قرآن یاد میکنه، منظور از این قلب چی است؟ آیا منظور از این قلب توتی گوشت است؟ منظور از این قلب توتی گوشت نیست. منظور از این قلب روح انسان است. که روح انسان، میبینین یکی جسم مادی انسان است، یکی روح و معنویت انسان است. هر دوی از این بنوش و نمو ضرورت داره. معنویت انسان یکی از جمله راهایش که نوش و نمو داشته باشه، ترقی داشته باشه، فربی شوه و به ذکر الله و به تلاوت قرآن فربی میشه و نوش و نمو میکنه. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که ما هم جسم خدا مطابق دین اسلام و هم معنویت و روح خدا که غذای روح اینمی. بعض کسا میگن امو چیزا کارا که مشنانه نه. بعض برادرها که میگفتن که بیت بشنو یا ساز بشنو، این غذای روح هست. شنیده باشین از یگان تا حتی در برنامه میگفتن، همتون نیست پاریسه، در برنامه حتی میگفتن که غذای روح هست. دوستای عزیز، ساز سرود غذای روح شدن نمیتونه. روح انسان الله خلق کرده. روح انسان چیزی است که حتی به این پیغمبر خدا نمیفهمه. الله برش میگه و یسألونک عن الروح، در مورد روح از پیش تو سوال میکنه. برشان بگو قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح از جمله شؤونات و اوامر و کارکردهای پروردگار است. شما را در این مورد بسیار علمی اندکی اگه داده باشه، تو را کل علمی بالای نداده. روح ببینیم در جسد انسان اگر روح نباشه پنجه ما شما افتاد نمیشه، روح نباشه دست ما حرکت نمیکنه، چشم ما دیدار کرده نمیتونه، گوش ما شنوا نداره. امیر روح است که توسط ازی بناهن روح ما بنوش و نمو. اینما تو بنوش و نموی خوب ضرورت داره که به چیز خوب فربی شود، به ذکر الله ترقی بکنه، به ذکر الله نمو داشته باشه، نه به چیز دیگه. جای بسیار خوشحالی و خوشبختی است الحمدلله که اگر در نماز باشه و یا در مجالس ذکر باشه، در کنار از اینکه سفیدا اساس جامعه را تشکیل دادن، الحمدلله در برابرشون 2 تا 4 تا 5 تا 10 تا اضافه تر از این سفیدای ما الحمدلله جوانای خود میبینیم که در مجالس ذکر اشتراک می داشته باشن. خداوند در جوانی همه شما برکت بندازه و خداوند متعال ما و شما را همه لحظه توفیق نصیب بکنه که ذکر الله را زبان خود تر نگاه بکنه. اما تو که زبان ما در راه الله میره، اما تو زبان زنا میکنه. چشم انسان پیغمبر خدا میگه زنا میکنه، گوش انسان زنا میکنه، جوارح انسان، همه اعضای انسان ممکن زنا بکنه. در حدیث ثابت است. بناهن الله متعال امی همه اعضای ما و شما را به دیگر راههای بیراه نبره، براهی که الله میخواه و امی روح ما را الله به نام خود و به ذکر خود تازه بسازه، تقویه برش ببخشه. خداوند متعال همه تانه کامیابی دنیا و آخرت نصیب بگردانه. وقت ممکن بسیار صحبت شود. خب جناب استاد جیسه گفت که یک چند لحظه انشالله فکر میکنم اما کفایت میکنه. شب است و شب هم کوتاه است. خداوند متعال عزت دنیا و آخرت نصیبتان بکنه. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله أنت إلهنا ونحن عبيدك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا. پروردگار عالم ثواب تلاوت قرآن عظیم شان، ثواب ختم، ثواب نعتی که در این مجلس پرشکوه خوانده شد صورت گرفت. خداوند متعال مجلسی رحمت با واقعیتش حقیقتش قبول دربار خود بده. خداوند متعال ثوابش به روح محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به روح تمام صحابه تابعین برسانه، به روح متوفایی که ختم بر صورت گرفته برسانه. هر آن مسلمانی که زیر کلمه لوای اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله فاکر همشان روحشان خوشنود بسازد. ختم قرآن عظیمشان، تلاوت ها و برکت هایی که در تمام جاهای صورت میگیرد، الله با برکت همه زی ما را توفیق همه جانب اعمال صالحه نصیب بگرداند. جوانای ما را هم ما را برای صراط مستقیم هدایت بفرماید. خداوند تعالی از اونایی که او را رضایش نیست ناکامی ماست، الله از او را هم ما را نجات نصیب بگرداند. معلوم سایرم خیر و برکت نصیب بگرداند. خداوند متعال به خانه انشاءالله اعتماد کنیم نازل بکنیم. کسایی که اشتراک کردن الله همشان کامی به دنیا و آخرت نصیب بگرداند. بی سفیدای ما را خداوند متعال طول عمر نصیب بکنه. جوانای ما را الله در جوانیش برکت الله بیاندازد. سایرم خداوند متعال طول عمر نصیب بکنه. در الله متعال مریضیش شفای کامل و عاجل الله بر شفا نصیب بگرداند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه. محمد رسول